سلام و درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با دومین ویدیو از کانال تکنولوژی با اشرانیوز که تو این ویدیوی دوم هم قراره یه هوش مصنوعی فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنیم برای کسایی که تو زمینه ادیت و یا طراحی عکس هستن. خیلی میتونه دوستان بهشون کمک کنه و حالا تا آخر ویدیو که ببینید و با این ابزار کار کنید متوجه این هوش مصنوعی میشین به صورت کامل که به چه صورت هست. یه مزیت خوبی که داره دوستان این هوش مصنوعی رایگانه و شما میتونید به صورت کاملا حرفه‌ای حتی ادیت هایی برای عکس هاتون بزنید که خیلی واقعا دقیق و کاربردی میتونه باشه و بیس این کار بر اساس هوش مصنوعی که حالا ممکنه یه سریا که تو زمینه عکس و اینا باشن و کار کرده باشن با هوش مصنوعی، بیسش بر پایه فلاکس هست که میدونین چه هوش مصنوعی با کیفیت فوق‌العاده‌ای بهتون میده کسایی که کار کردن. من یه نمونه از عکسی رو دوستان اینجا آپلود میکنم که کامل متوجه منظور من بشید. قبل از اینکه عکس رو آپلود کنم دوستان ویدیو رو حتما برای کسایی که تو این زمینه عکاسی و کلا ادیت عکس و اینا هستن و کار با هوش مصنوعی رو دوست دارن حتما بفرستین تا اونها هم از این هوش مصنوعی فوق‌العاده مطلع بشن. خب من یه عکسی رو از اینجا آپلود میکنم. خب این عکس من هست که از اینترنت حالا گرفتم و این قسمتی که پرامپت نوشته شما میتونین کارهایی که میخواین با این عکس بکنین کامل بنویسین با توضیحات و یک سری تمپلیت های آماده هم داره حتی. و مثلا یه نمونهش که تابش نور خورشید از پنجره که من حالا اینو میزنم و خیلی زیاده دوستان، حتی ببینید نوشته مثلا تو کافه باشه، یه جایی مثلا دنج باشه و جای دیگه. کلا تمامی این تنظیمات رو که دوستان انجام دادین و قسمت پایین که بیاین میتونین عکس رو اندازه‌ای که میخواین عرض و طولش رو به اون مقداری که نیاز دارین اوکی بکنید و تنظیم بکنید تا خروجی نهایی رو بهتون بده دوستان. خب من حالا اینجا گزینه ران رو که بزنم منتظر میمونم تا عکس من پردازشش انجام بشه تا شما نتیجه کار رو ببینید. یک سری از قالب هایی که خودش حالا به عنوان مثال گفته حالا اینجا با موفقیت انجام شد و الان یه خروجی بهمون میده طبق اون پرامپت پیش‌فرض خودش تنظیمش کردیم که ببینیم به چه صورت در میاد برای ما این خروجی عکس. عکس اصلیمون این بوده و عکس نهایی رو دوستان اینجا تا ثانیه‌های دیگه واسمون ظاهر میکنه. حالا بیایم پایین تر ببینید مثلا خب همینطور که دیدین دوستان خودش به صورت خودکار میاد بک‌گراند رو کلا حذف میکنه و چیزی هم که بهش داده بودیم همین پرامپت بود که بهتون گفتم که تابش نور خورشید از پنجره‌ای که اینجا داریم میبینیم به چه صورت در آورده. این عکس اصلی هست، اینم عکس نهایی. حتی خودش رو توش صورت هم میکنه. این خیلی نکته مهمیه دوستان، یعنی کسایی که تو زمینه ادیت عکس و اینا هستن واقعا این ابزار میتونه شاید
70-80% کار رو جلو ببره تو این زمینه. و یک سری نمونه چیزایی هم که گفته، پرامپت هایی هم که گفته داریم میبینید که به چه صورت عکس قبلی و عکس نهایی رو کامل در آورده و داره میبینیم با پرامپت هایی که اینجا خودش نوشته. و نکات دیگه هم نداره چون خیلی ساده است دوستان. حتی حسن خوبش هم اینه که عکس محصول رو هم حتی دوستان بگیریم میتونه به بهترین نحو ممکن واسهتون اوکی بکنه و نشون بده. همینطور که میبینید این عکسی است که شما حتی با یه جای معمولی رو میزی بذاریم میتونه اون رو به بهترین نحو ممکن توی محیط کاملا طبیعی نشون بده که خیلی خوبه. حتما دوستان پیشنهاد میکنم که این سایت رو ازش استفاده کنین و خیلی هم کاربردی هست که داریم میبینید. من آدرس این سایت رو دوستان میذارم داخل کانال تلگراممون. لینک کانال هم تو توضیحات همین ویدیو هست که میتونید عضو بشین و از این هوش مصنوعی فوق‌العاده استفاده بکنید. این دوستان یه هوش مصنوعی بود که توی آموزش نیاز بود بهتون بگم و تو آموزش‌های بعدی هم دقیقاً می‌خوایم این طور سبک معرفی‌هایی که به کارتون بیاد و تا جایی که بشه رایگان بهتون معرفی کنیم و شما هم بتونین به راحتی ازش استفاده بکنید. این کل ویدیو امروز بود که دوستان امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه و ازش به خوبی استفاده بکنید. حمایت از ما فراموشتون نشه دوستان و خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.